حقوق هسته‌ای است. فریبا صحرایی، BBC. اولین فیلم هالیوودی تاجیکی اخیراً در شهر دوشنبه به نمایش درآمده و با استقبال گرم تماشاچیان روبرو شده. نویسنده فیلمنامه، تهیه کننده و بازیگر نقش اصلی این فیلم یک جوان تاجیک مقیم آمریکاست. فیلم آنفالن یا شکست ناپذیر برای اولین بار تابستان گذشته در لس آنجلس به نمایش درآمده بود. خبرنگارمان سهراب ضیا از نخستین تماشاچیان این فیلم در شهر دوشنبه بود. فیلم شکست ناپذیر داستان دو برادر دوقلوست که 25 سال پیش با آغاز جنگ داخلی تاجیکستان از پدر و مادر و از همدیگر جدا شدند. در 7 سالگی سرنوشت رستم را به آمریکا و سهراب را به افغانستان میبرد. سالن‌های سینمای دوشنبه فیلم‌های هالیوودی زیاد نمایش می‌دهند، اما فیلمی که امروز در این سالن نمایش داده می‌شود نخستین فیلمی به اصطلاح تاجیکی است که در هالیوود ساخته شده. تهیه کننده و بازیگر نقش اصلی آن هم تاجیک است. جیمز که نام اصلیش جیهون است 31 سال دارد. 8 سال پیش برای تحصیل به کالیفرنیا رفت و آنجا نقش‌های مختلفی را در 20 فیلم کوتاه اجرا کرد و بعد خودش به فیلمنامه نویسی پرداخت و در سناریوی نخستین فیلمش در هالیوود از داستان‌های شاهنامه الهام گرفت. من می‌خواستم که قهرمان‌های داستان شاهنامه فردوسی رو با زمان حاضر پیوسته کنم. هپی اند فیلم در آن است که دو برادر دوقلو نمی‌میرند، ولی چی روی می‌دهد آن هست یک سری که باید تماشابین برای خودش کشف کند. مثل رستم و سهراب شاهنامه، این دو برادر هم بعد از سالها در افغانستان روبروی هم قرار میگیرند. یکی سرباز آمریکایی است و دیگر پیکارجوی طالبان. از هر دو طرف آنها به اجرای مأموریت خطرناک دستور گرفتند. در جریان عملیات آنها نه تنها همدیگر را میشناسند، بلکه متوجه میشوند که فرماندهان آمریکایی و طالبان در قاچاق مواد مخدر همدستند. نقش هر دو برادر را خود جیمز نسیمی اجرا کرده است. کارگردان‌های فیلم دانته و جاش هادجینز هستند. جیمز هونگ، اندری مکاو و مایکل مدسن هنرپیشه‌های معروف هالیوود در فیلم حضور پررنگ دارند. هزینه فیلم را که $200,000 است، یک تاجر تاجیکی مقیم آمریکا پرداخته است. نخست نمایش فیلم شکست ناپذیر در آمریکا ارزیابی‌های متفاوت به دنبال داشت. نشریه لس آنجلس تایمز در برابر نقد فیلم از همت فیلمسازان هم ستایش کرد. در تاجیکستان فیلم با استقبال گرم روبرو شد. او توانسته است که در فیلمش هم صنعت فیلم آفری را جا کند، هم تاریخ تاجیکستان نمایش دهد و درباره آن روزهای سیاه تاجیکستان از یک نقطه نظر سیاسیش گوید و توانسته است که این جنگ به شهروندان عادی تاجیکستان چی مشکل‌ها آورد و چی ضرری آورد. یک نقطه گلوبالی را به پیوست کرده است. جیهون یا جیمز از کودکی آرزوی ستاره سینما شدن را در سر می پرورید. حالا معتقد است که با ساخت نخستین فیلمش در هالیوود قدم در این مسیر به جلو گذاشته. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه.